سلام، چند نفرتون خواستید که آموزش ساخت کرسی برقی رو بدم؟ خب اول همین بدنه کرسی مونه. خب یه چارچوب محکم برمی‌داریم با چوب روسی که در برابر حرارت مقاوم باشه. به خواست خودتونه میتونید رنگ ضد حرارت بزنید یا جلادهنده، همون که هم ظاهرش بهتر میشه هم در برابر حرارت بیشتر مقاومت میکنه. این المنت ها دو مدله. یه مدلشون هست که گرده و نسبت به اینا خیلی ضعیف تره، یعنی به اصطلاح اون گرمایی که اینا میدن، حرارتی که اینا میدن و بازدهی که اینا دارن نداره، در این حال مصرفش هم بیشتره. ولی اینا شعله‌ایه، شاید خیلی جا دیده باشید، شعله‌ایه و در کل حرارتش شاید 2-3 برابر اونست. بعد اینجا یه دونه حالت اتومات داره. خب یه دونه حالت به اصطلاح دور کم که حرارتش متوسطه و زیاد که نهایت بازدهی و مصرف رو داره. و در مورد اینکه که چطوری پیچش کردم، اگه دقت کنید اینجای پیچ، اینجا رو میگم، قبلا پایه بوده، یه پایه مشکی رنگ مخصوصه، اونو باز کردم، پایه‌اشو گذاشتم اونور و با استفاده از پیچ همین اومدم به چارچوب و تاق همین تخته پیچش کردم. خیلی هم محکم، اگه دقت کنید اصلا چیز تکونه. مصرفش هم 600 واته، بد نیست، در کل اوکیه، ما که راضی. ممنون میشم حمایت کنید. همونطوری هم که الان میبینید اتومات کرده خودش و الان شعله‌هاش روشن شده خود به خود، خیلی زیبا با حرارت خیلی زیاد. شما ببینید